در نتیجه برگزار نمودن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوان 25 و 23 ساله ساکنان نویه واسه و شهر دوشنبه 30 مارس سال 2023 تخمینا ساعت 23:30 دقیقه با یکدیگر جنجال نموده همدیگر را مورد لطکوب قرار دادند که در نتیجه جوان 25 ساله با کارد خواجگی در دستش بوده زیاده از 10 مرتبه به عضوهای بدن جوان 23 ساله زده است. در نتیجه نام برده جراحت‌های جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جوانزن 22 ساله ساکن شهر دوشنبه تخمینا آخر ماه نوامبر سال 2022 با راه فریب به باوری مرد 33 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او به طریق غیر قانونی محصولات گوشت خام مرغ را گرفته وعده داده است که مبلغش را برمیگرداند. اینچنین نام برده با این مقصد تخمینا سنه 22 نوامبر تا سنه 12 دکامبر سال 2022 با جبر دیده واخورده بر عوض مبلغ 284,759 سومانی محصولات گوشتی گرفته قسم مبلغش را برگردانیده باقی مانده مبلغ 114,716 سومانی را تا حال برنگردانیده به منفعت شخصیش صرف نموده است. همزمان نام برده با همین راه اولهای ماه اکتبر سال 2022 به باوری زن 69 ساله ساکن پایتخت در آمده وعده داده است که بر عوض مبلغ پولی به آخرین از فایده به دست آوردهش یک مقدارش را به او میدهد. سپس گمان شونده با این مقصد 27 نوامبر سال 2022 با جبر دیده در نزد بازار سخاوت واخورده مبلغ پولی در حجم 160,000 سومانی را گرفته وعده داده است که در مدت یک ماه برمیگرداند. باز مرتبه دوم 7 دکامبر سال 2022 از آخرین منزل استقامتی واقع در شهر دوشنبه را به مبلغ 300,000 سومانی نرخ‌گذاری کرده خانه مذکور را به نام خود حجت‌گذاری کرده وعده داده است که مبلغش را پس از یک روز برمیگرداند. اما مبلغ 406,000 سومانی به دست آوردهش را به منفعت شخصیش صرف نموده با این کردارش به جبر دیده ضرر مخصوصا کلان مالی رسانیده است. همین طریق نام برده با همون را تخمینا اول ماه اکتبر سال 2022 به باوری زن 27 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده وعده داده است که بر عوض مبلغ پولی به آخرین از فایده به دست آوردهش یک مقدارش را به او میدهد. سپس گمان شونده با این مقصد تخمینا ماه اکتبر تا میانه ماه دکامبر سال 2022 با جبر دیده در حدود محله یکچنور واخورده منتظم 5 مرحله مبلغ‌های پولی در حجم‌های گوناگون در عموم 60,700 سومانی طلب نموده گرفته مبلغ به دست آوردهش را به منفعت شخصیش صرف نموده با این کردارش به جبر دیده ضرر مخصوصا کلان مالی رسانیده است. نسبت گمان شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کدش جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. با شعبه وزارت کارهای داخله در نویه جمعی عریضه زن 45 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 25 و 26 مارس سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد کارت ملی شرکت هومو که در داخلش 4,362 سومانی داشت دزدیده از جای حادثه غیب شده است. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که جنایت مذکور را جوان 23 ساله ساکن همین نویه صادر نموده است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد.